پودر هل، پودر زنجبیل با پودر دارچین از هر کدوم 50 گرم، خرما 5 کیلو، کره 2.5، آرد 600، تخم مرغ 40 تا، مغز گردو خورد شده 5 کیلو. بریم برای میکسشون. کوکی سلامت. خب روشن میکنیم دستگاه هم بزنه قشنگ کوک کنه. ترکیب خرما و کره. دستگاه اینو به قدری هم میزنه تا قشنگ سبک بافتش مثل خامه بشه. تخم مرغ رو کم کم بهش اضافه میکنیم. هر سری 5 تا 6 تا اضافه میکنیم به همراه کره و خرما قشنگ بافتش پوک بشه، سبک شه بافتش. بعد اینکه دوستانی که به صورت خونگی میخوان درست کنن مواد رو تقسیم بر 10 کنن. هر چقدر تقسیم بر 10 کنید. مثلا دارم میگم گردو 5 کیلو بود میشه 500 گرم، کره 2.5 بود میشه 250 گرم، آرد 600 بود میشه 260 گرم. به همین صورت کم کنید مواد رو بیاد پایین. تخم مرغ هم کم کم بهش اضافه میکنیم تا تخم مرغ تموم بشه. یه نکته دیگه بگم، این که نگاه کنید دور پاتیلو ببینید مواد چسبیده به دور میکسر، پاتیل میکسر. حالا با یه لیسک با یه پاپکن اینو از مواد رو جدا میکنیم از اطراف پاتیل، میریزیم وسط تا قشنگ دستگاه بزنه هم بخوره، قشنگ بافتش سبک بشه. در حال کوک شدنه. ببینید بافتش رو نگاه کنید، خیلی کوکی خوشمزه و کوکی عالی میشه. خب تقریبا بعد از 10 دقیقه یه رو ببینید بافتش چقدر سبک شده، سفید شده، تغییر رنگ هم داده. حالا بقیه تخم مرغا رو بهش اضافه میکنیم و دوباره اجازه میدیم قشنگ هم بخوره تا تخم مرغ به خورد مواد برو و اینکه باز یه مقدار دیگه سبکتر بشه بافتش. بعد از این میریم سراغ اضافه کردن آرد و گردو، پودر هل و دارچین و زنجبیل. حتما کانالم لایک کنید، زنگوله هم روشن کنید تا از آموزش‌های بعدی جا نمونید. خب بافتش رو نگاه کنید، به این حالت رسید اوکی، کافیه دیگه، بیشتر از این نیاز هم نداره. میریم بر اضافه کردن گردو. گردو رو اضافه کردیم. بریم بر اضافه کردن پودرا، پودر زنجبیل و پودر دارچین. عطر و طعم عالی بهش میده. بذاریم قشنگ ترکیب بشه، بعد بریم اضافه کردن آرد. اینم آرد. موادمون رو یه زیر رو میکنیم تا قشنگ با هم یه ترکیب بشه و بعد دیگه آماده است. میریم برای بیف زدن. خب موادمون قشنگ زیر رو شد، به خورد هم رفت و دیگه آماده است. حالا میره واسه بیف کاری. درجه فر 180 هم میره، هلوش 10 دقیقه 12 دقیقه داخل فر میمونه. خب درجه فر 180 تقریبا 10 الی 12 دقیقه 13 دقیقه داخل فر میمونه. تست کنید. بالاخره خرما همون در میاد. نه خرما نه، کوکی های خرما بر پایه خرما گردو آماده است.
ما مفه خارج کنیم. یه دونه رو بیارم بیرون نگاه کنید، ببینید این زیرش اینم روش پخته کامل. افر خارج میکنیم و تمام. با توجه به نوع فر این مدت پخت متغیره، اینو حتما حواستون باشه. همین که زیرش به این شکل شد کافیه. ببینید زیرش سرخ شده قشنگ، اینم روش به این شکل در اومد، کافیه دیگه، نیاز نیست فر نگه دارید، یعنی کاملا پخته.